خب دوستان سلام. یکی از پروژه‌هایی که میشه گفت 100% میاد ایردراپ میده همین پروژه است که قبلا خیلی حالا به کار براش حال داده، یعنی بدون اینکه هیچ فعالیتی کاربرا داشته باشن و یک سری کانکت ولد بود. هم حتی یادمه که من خودم این پروژه رو شرکت نکردم و تو کانال نذاشتم، چون خیلی گفتن که احتمال داری کیف پولا رو اسکم کنه. فقط حالا یه سری افراد اومدن به کیف پولشون وصل کردن و یه سری تسک انجام دادن که بهشون ایردراپ خیلی خوبی داد و الان هم توکنش لیسته که الان که بازار ریزش کرده میتونیم حالا از این فرصت استفاده کنیم و در این پروژه شرکت کنیم، چون 200 تا توکن رو بخرید میتونید خیلی راحت در این پروژه شرکت کنید و امتیازاتتون رو بگیرید. 200 تا توکن در حال حاضر 11 الی 12 دلار میشه و باز میگم بستگی به خودتون داره که میخواید این قسمت های پولی هم شرکت کنید یا نه، ولی یک سری تسک رایگان داره. مثلا من اینجا قبلا حالا اومدم ایکسش رو دنبال کردم، 100 تا امتیاز داده، یک دونه حالا پست دیگه رو انجام دادم 100 تا امتیاز. ببینید بالانس من الان 200 تا. خوب الان که حالا دیدم بازار ریزش کرده 200 تا توکن خریدم. اینجا میگه که برید این پست رو در واقع لایک کنید و یک دونه کامنت بذارید. خب من میام حالا یک دونه کامنت رو میذارم. خب اگر حالا تایید نشد میام لینک اون کامنتی که گذاشتم تا پست من تایید باشه. خب تایید شد و 250 تا امتیاز الان گرفتم. خب میگه که حالا یه دونه رول اگر بتونید در دیسکورد بگیرید، نمیدونم حالا پی کاستوم همچین رولی هست، اگر داخل دیسکوردشون فعالیت کنید همچین رولی بگیرید به شما چقدر 400 تا امتیاز میده. خب بعد از اون میگه که شما اگر هولد داشته باشید 100 تا از توکن تو 24 ساعت گذشته داخل کیف پولتون، ما به شما چقدر 50 تا امتیاز به صورت خودکار اضافه میشه. خب اینجا میگه اگر شما بیاید استیک کنید حداقل 100 تا. خب من به خاطر همین 200 تا توکن خریدم، میخوام 100 تا استیک کنم و 100 تا هر 24 ساعت هولد داشته باشم. خب وقتی استیک انجام میدیم میتونیم این تسک حالا رایگیری ایناست، این تسک هم انجام بدیم. خب صبر میکنم تا بخش استیک باز بشه و بتونم حالا استیک رو انجام بدم. خب سایر تسک ها مثلا این تسک میگه که شما برید یک لایک و یک ریپوست انجام بدید. حالا این باز نشد، یه مقدار خودتون میدونید وضعیت اینترنت خرابه و سعی کنید که حتما تسکاشو انجام بدید. خب اینم دریافت کردم. خب میگه که شما میتونید به گیت هابتون دسترسی گیت هاب رو به ما بدید و یه دونه حالا امتیاز میگیرید مخصوص برنامه نویساست. خب اینم امتیازش رو گرفتم، پس من الان 251 دونه دارم. خب میریم تو بخش استیک و اگر وبسایت اجازه بده، حالا اگر اینترنت اجازه بده که وبسایت اجازه میده و بتونیم استیک انجام بدیم، فکر کنم بله 24 ساعتی میتونیم امتیازش رو بگیریم. خب فعلا که این قسمت اجازه نداده ولی تمو بس کنم. خب اومد رو قسمت کانکت والت میزنم. خب بریم برای استیک. موجودی من حالا 202 تا داخل والت دارم. خب 101 دونه رو میخوام استیک کنم. خب بذار برای 4 هفته باشه. خب اپ رو میزنیم به والت ارسال بشه. خب تاییدش میکنیم. خب بعد از اون رو استیک میزنیم. خب گفت که بله برای 4 هفته شما 101 دونه رو استیک کردیم. خب یه ریفرش انجام بدید با همون ولتی که استیک انجام دادید، باید با همون ولت در اینجا وصل بشید. خوب ببینید که 400 تا امتیاز به شما اضافه میشه. خب بعد از اون
میریم تو این قسمت ببین اجازه میده انجام بدیم یا نه. خب اول با کیف پولمون یه دونه ورود بزنیم. خب دنبالش کنیم اینو. خب حالا نگاه کردم تو بخش رأیگیری نمیشه انجام داد چون این تایمی که گذاشته تایماشون تمام شده و بعد از اون میگه که حالا دسترسی دیسکورد رو به ما بدید و میتونید دسترسی دیسکورد رو بهش بدید. خب دیگه حالا وقتی دسترسی دیسکورد بهش دادید میتونید تسکای دیسکورد رو حالا اگر وقت دارید رولایی که خواسته به دست بیارید و منتظر باشید تا در واقع پروژه اعلام کنه که چقدر به کاربرا حالا توکن میده. معمولا این پروژه حالا هر چند ماه یک بار به افرادی که حالا توکن استیک کردن ایردراپ میده. حالا بعضی اوقات 50 تا، بعضی اوقات 100 تا، بستگی داره که چقدر حالا موجودی دارن.